خب خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید چنل خودتون. اگه شما هم از اون دسته آدمایی هستید که نمیدونید ولنتاین باید واسه پارتنرتون چی بخرید، برای 16 صورتی، ماشین، حلقه ازدواج، این ویدیو واسه شماست. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. سلام خانم، خوبی؟ سلام مرسی. تو رابطه این؟ تقریبا. نه خیلی. والا بله. تو رابطه این؟ بله. خیر. تو رابطه نیستی؟ نه. من والا بچم تو رابطه‌ام. چقدر قشنگ. با گیتارشون تو رابطه‌ام. میدونین که ولنتاین نزدیکه. آره. خب خواستم ببینم بهترین کادویی که انتظار دارین پارتنرتون بهتون بدن چیه؟ یه 16 صورتی. یه آیفون 16. آره یه 16 صورتی. بعد چه کادویی بده ناراحت میشین؟ میگیم ولش کن دیگه، بریم دنبال زندگیمون. اون خرسه رو بده. خرسه رو بده دیگه کات. آره تا دل دفعه خرس دارم. بعد اینکه خودتون قراره چی بهش بدین؟ من قلبمو. فقط قلب. یعنی از نظر مالی هیچی بشه؟ نه دیگه بذار اون بده دیگه، همیشه پسرا میدن دیگه، مگه نه؟ همیشه آقایون هم که باید بدن دیگه. همیشه آقایون باید بدن. همیشه که نه، ولی باید اون بده دیگه. اوکی، دم شما. که بهترین کادویی که پارتنرت میتونه بهت بده چیه؟ چیزایی که دست سازن و من خیلی دوست دارم. از این اکسسوریای دست ساز داره. آره مثلا سفاله کج و کله یا چیزایی که دست سازن. بهترین کادویی که بهت میتونه بده سفال کج و کله‌ت. یه نه یه روحی پشتش باشه، انگار یه خاطره‌ای داشته بوده باشیم باهاش مثلا. بدترین کادویی که میتونه بهت بده چیه؟ یعنی بهترین کادو که سفال کج و کله بود، بدترینش چی میتونه باشه؟ اینکه کادو نده. نه حالا میخواد بده. اگه کادو میده هر چی بده اوکیه. مثلا اگه برام چیپس و پفک کادو بیاره شاید ناراحتم. با خوراکی شکلات چی؟ خب نه شکلات خوبه. از این باکسایی که میفروشن، باکس گرون 10-20 تومن، از اونا بیاره چی؟ اونا که خیلی خوبه دستش. اونا دیگه آره دمش گرم. ایول. بهترین کادویی که پارتنر خیالیت، حالا که نداری، میتونه واسط بگیره چیه؟ ماشین. بعد تو واسه چی میگیری اگه طرف ماشین؟ ساعت. چه ساعتی؟ چقدر هزینه میکنی؟ حالا فرض میکنیم که زیاد هزینه میکنیم. زیاد هزینه میکنی. طرف زیاد هزینه کنه تو هم زیاد هزینه میکنی. طرف کم هزینه کنه دیگه بالانس باشه دیگه با هم. یعنی هر جوری اون رفتار کرد تو هم رفتار میکنی. آره دیگه. بعد بدترین کادویی که میتونی از طرف مقابلت بگیری چیه؟ مثلا طرف یه گل بده بهت خوشحال میشی؟ آره. جدی؟ آره. فقط یه شاخه گل. آره. چقدر قانعی؟ گل به زیباییشه دیگه. بهترین کادویی که میتونی از پارتنرتون بگیرید چیه؟ سخت سوالتون، خیلی بستگی به اون قدمت رابطه داره، اون شرایط اون آدم داره. قدمت شولانی. حلقه ازدواجه پسیه. حلقه رو میگیری دیگه. بعد پارتنرت باید واسه چی بگیره؟ اون بگیره حلقه رو. حلقه رو اون بگیره؟ حواست کجاست؟ میمون کوچولو. تو چی بگیری؟ تو یه جوراب میزنی. آره دیگه این هم منطقی. یه جوراب. بهترین هدیه‌ای که میتونید بگیرید از پارتنرتون چیه؟ بهترین هدیه‌ای که میتونم بگیرم از پارتنرم که بگی این دیگه زن زندگیه، اینو باید بگیری. نمیدونم، شاید گیتار تجهیزات بگیره. آره اونو بگیره خیلی. آره فایر خیلی خوب. آره خدا. آره واقعا بگیره واقعا. آره دقیقاً. یه دونه مولتی افکت برام بگیر اگه اومدی تو زندگی. آره کسی که اومد تو زندگیشون لطفاً یه مولتی افکت واسهشون بگیر. بعد شما چی میدید؟ اون مولتی افکت بگیره شما چی میدید بهش؟ چه هدیه‌ای میدید؟ هرچی که مورد علاقهش باشه دیگه. مثلا خرج میکنی خیلی واقعا اگه فکر میکنم آدم زندگی هم دیگه باشیم، آره واقعا آره مثل خانواده‌ام. پشمام. ایول. بهترین
بهترین کادویی که میتونی از یه پارتنرت بگیری چیه؟ یعنی با چی خیلی خوشحال میشی اگه تو رابطه بودی؟ حقیقتا چون تا رو تو رابطه نبودم نمیدونم، ولی کلا آدمیان که مثلا گل رو خیلی دوست دارم. یه شاخه گل بگیره بسه یعنی؟ یه شاخه گل. راضی واقعا به یه شاخه گل؟ آره دیگه، قشنگ گل دیگه. یه دونه شاخه گل یعنی پسره مثلا فرض کن 1 سال باهاته، بعد واسه ولنتاین یه شاخه گل میگیره. خب اون احساس مهمه. وقتی آره فکر میکنه که آره امروز روز ولنتاینه، همون که فکر کرده که آره خب برم براش چیزی بخرم، خب همین خیلی برام به ارزش داره. تو ولنتاین باید یه چیز واسه بخره. چی میگی؟ یه ذره سطح توقعتو ببر بالا بنن. یه باکس 10 میلیونی یا 20 10 میلیون. میلیونی که نه، خوب انتظار ندارم. یه باکس گل اوکی ام. یه باکس گل اوکی. بعد خودت به پارتنرت چی میدی؟ یعنی بهترین چیزی که میتونی بدی به نظر خیلی خوشحال میشه. بیشتر کادویی که میگیرم سعی میکنم اینجوری باشه که به دردش بخوره، ازش استفاده کنه، خب خیلی دوستش داشته باشه. اینجوری دیگه سعی میکنم ببینم خب چی دوست داره، چی خیلی به دردش میخوره، براش میگیرم. هزینه میکنی؟ آره. تا چقدر؟ تا جایی که پول داشته باشم. بهترین کادویی که میتونین از پارتنر مقابلتون بگیرین چیه؟ یعنی با چی خیلی خوشحال میشین؟ خب بستگی داره به چی؟ چند وقت تو رابطه باشم. خیلی قدمت خیلی زیادی داشته باشه رابطه. طلا. جدی یعنی توقعتون طلاه. حالا توقع که دوست دارم طلا کنم. کلا طلا دوست داریم. بعد اون واسه طلا بگیره شما چی واسش میگی؟ دیگه چی دوست داشته باشه. هزینه میکنین واسش؟ آره خب. جدی؟ آره. بازم ولی بستگی به قدمت رابطتون. بله. حتی که قدمت فقط مهم نیست. کیفیتش هم مهمه. بله. کیفیت. بعد اینکه بدترین چیزی که طرف میتونه واسهتون بگیره به نظر چیه؟ یعنی خیلی ناراحت میشین چرا اینو گرفت؟ فکر نمی‌کنم چیزی باشه. مثلا یه شاخه گل بگیره فقط. نه مشکل نداره. با یه شاخه گل واقعا مشکلی نداره. مثلا فرض کن 2 سال با هم تو رابطه این، بعد یه شاخه گل واسه. نه مشکل نداره. چه انتظاری از پارتنرتون دارین؟ حقیقتا انتظار خاصی ندارم. دوست دارم که صرفا خوشحال شم. روز ولنتاین میتونه با یه شاخه گل خوشحالم کنه. به یه شاخه گل راضی یعنی اوکیه؟ مثلا فرض کن یه شاخه گل فقط بیاره. کاملا. دیگه باکسی چیزی نیاره. هیچی. اوکیه. با همون یه دونه شاخه گل. با همون یه دونه شاخه گل. حتی بریم ما هم دیگه یه قهوه بخوریم راضیم. حتی شاخه گل هم نباشه. جدی؟ واقعا. پشما. بعد اینکه خودتون قراره چی بهش بدین؟ تصمیم گرفتین؟ من کادوهاشو گرفتم حقیقتا. میتونیم بگین چی گرفتین؟ یه دورس براش گرفتم، یه کاپشن، 2 ساعت. 2 ساعت. خرج کردین واسش. دیگه وقتی پارتنر خوبی باشید اینجوری براتون هزینه میکنم. دم شما گرم. میتونم کارتونم بدونم؟ چیکار میکنید؟ من جواهرسازم و آنلاین شاپ جواهرات دارم. آنلاین شاپ جواهرات دارید؟ از جواهراتتون هم میتونیم به دوست پسرتون بدید؟ نمیتونیم؟ دیگه خودمو داره دیگه. اوه قشنگ بود. شما تو رابطه ای؟ والا بله. و اینکه تازه با یکی رفتید. مبارک. قربون شما برم. مرسی. میدونی که ولنتاین نزدیکه دیگه. با توجه به اینکه تازه وارد رابطه شدی چیزی گرفتی یا میخوای بگیری؟ چیزی؟ والا چیزی که نگرفتم. حالا برنامه دارم یه چیزی بگیرم. توقعی ندارم بگیرم، ولی بگیره دمش گرم. اون طرف بگیره دمش گرم. خودت میخوای چی بگیری؟ خودم حقیقتا برنامه ندارم. اگه بشه حالا واسم بپیچونم حقیقتش اول دیگه. گفتم حالا ادوار نداره بذار بگم یه سری ریز میگیرم. خیلی توقع ندارم. خیلی بی توقعه. خب تا چقدر میخوای خرج کنی؟ والا بستگی داره به اون روزی که هست. سر ما باشه خوب خرج می‌کنی. میدونی که یه ولنتاین 26م کنسله. دم میزنم. بهترین کادویی که میتونین از پارتنرتون بگیرین چیه؟ چی خیلی خوشحالتون میکنه؟ شاخه گل و عشق. همین؟ چیز مادی مد نظرتون؟ همه چی رو نمیشه مادی داد. بعضی وقتا دل دادن خیلی قشنگ‌تره تا بخوای یه چیز دیگه ای بهش بدی، مادیش کنی. بعد خودت به پارتنرت چی هدیه میدی که خیلی خوشش بیاد؟ یعنی بهترین کادویی که میتونی بدی به پارتنرت چیه؟ چیزیو که خودم خیلی دوست دارم. مثال
گلدون، گل نه ها، شاخ گل نه چون میمیره، ولی گلدون زنده میمونه، به یادش میمونی، به یادت میمونه. این یه دونه میتونه باشه. چیزایی که بخواد دلش رو شاد کنه به نظر من چیزیه که باید دوست داشته باشه و داشته باشدش. چیزی که نداشته باشه رو باید بهش بدی. آره میفهمم چی بود. چقدر قشنگ گفت. من این ترک پیشنهادی میتونم بهت بدم، خیلی دوستش دارم بگم بزنی. Nothing Else Matter متالیکا. حتما میشه؟ دمت گرم. بریم آقا.